پیام تبریکی عجیب و باور نکردنی غزال عنایت برای تمامی طرفداران و عزیزانش. برنامه جدید ایدی غزال عنایت با سیتا قاسمی و آهنگ دوگانه این دو هنرمند. سیتا قاسمی چرا خواسته با غزال عنایت کار مشترک انجام بدهد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزال عنایت یکی از هنرمندان خوب و سرشناس در هنر موسیقی کشور ما است. غزال عنایت کارهای هنر آوازخوانی را از نظیر خارا آموخت و همیشه در رقابت هنری با آریانا سعید بوده است. هرچند غزال عنایت ازدواج اول با رج آرایش داشت ولی به دلیل نامعلوم از شوهرش جدا شده است. جدیداً تصاویر عیدانه غزال عنایت و سیتا قاسمی در صفحات مجازی نشر شد که این دو برنامه عیدی مشترک داشتند و آهنگ‌های دوگانه در این عید نشر کردند. غزال عنایت در ازبکستان با هنرمندان ازبکی هم رابطه خوبی داشت. این همه در حالی است که سیتا قاسمی با هیچ نوع هنرمند افغانی رقابت نداشته است و همیشه کارهای هنریش را به دور از تضاد و خالصانه و صادقانه می سازد که بارها آهنگهای سیتا قاسمی دل میلیون‌ها افغان را نوازش می دهد. سیتا قاسمی و غزال عنایت پیام‌های عیدی مشترکشان را برای مردم و ملت افغانش نشر کردند. ما حمید سعید قربان را برای تمامی دوستداران و همراهان خوب کانال دنیا اینفو از صمیم قلب تبریک گفته. آرزوی خوشبختی، سعادت و موفقیت برای تمام ملت خود آرزو داریم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.